بریم ببینیم تو باکس شماره 20 چی داریم امروز. یه دونه آیفون 15 پرو مکس. این دستگاه متاسفانه ضربه خورده و LCDش کلا پودر شده. این دکمه رو بگیریم ببینیم خبری میشه یا نه. خب یه لحظه یه فلش میزنه و میره. چون ضربه از این بالا بوده احتمال داره که فیس آیدیشون هم صدمه دیده باشه. منتها تا زمانی که LCD جدید روش نندازیم نمیتونیم قسمت‌های داخلیش رو چک کنیم. فقط شارژش رو چک کردیم که دستگاه شارژ میگیره. قرار شده براشون یه دونه LCD روکاری بندازیم و اون LCD رو براشون پروگرام کنیم. دستگاهشون رو باز کردیم، با LCD جدید تست کردیم و در کمال تعجب همه قسمتاش به خوبی کار میکرد. حتی بخش فیس آیدی که حدس می‌زدیم در سر ضربه آسیب دیده باشه هم سالم بود. دیگه یه میموند فقط تعویض LCD، اونم با پروگرام. IC رو از پشت LCD خودشون برداشتیم، به LCD جدید منتقل کردیم. اینجاست و کارهای پروگرام LCD شون هم انجام شده. دیگه یه میمونه نصب LCD و کار گوشی تمامه. منتها قبل از نصب قرار شده براشون یه دونه از این چسبه آببندی نصب کنیم که مثل روز اولش ضد آب بشه. 15 عکسمون کارش تمام شد. پیچای زیرش هم بستیم. اینم از LCD که براشون نصب کردیم. تمام.